سلام، دوباره اومدیم با یه ویدیوی جدید دیگه که کوشن باکسش رو توی اینستاگرام گذاشتیم. کوشن باکس سوالایی که از این آقایی که بغل دست ما میبینید، آقای فلیم حسین. کوشن باکس خودت دوباره معرفی کن. سلام، فلیم حسین، مکانیک. دو سال کرد. سینگلی ازا اینجوری هم بچه، در حالت معلقم همیشه. یه دو روز دوست میشم، دوباره ول میکنم. توی اینستاگرامش که فقط داره با خانمو چت میکنه. بریم کوشن باکس رو با هم دیگه میبینیم. من کم میدم. یکی نمیشه نمیدارم، یعنی از درام خوشت میاد؟ خیلی نامو ریال میده. یاد نیوشد دیسکات نره یارو. موهات متری چند؟ هشتگ شوخی بود. آیا شنبول طلاست واسه دختراست؟ نه بابا، خواستم بدونم حاضر موهاشو به خاطر 5 میل تیغ بزنه؟ من موهای کیم برای 5 میل نمیزنم داداش، جدا توقعاتش بالاست. من کوم میدم. اولین گیمی که بازی کردی چی بود و کی بود؟ آتاری بود، نمیدونم چی بود توش. با این دست گوشکوبی ها بازی آتاری کردی؟ بود، آره خیلی حال میده. هواپیما بازی کردی. رابطه سکسی با میلاد جان چی؟ ببین، اگه تو حشری ترین حالت ممکنه باشیم ما دوتا لخته‌ها ببینیم اینجوری میشه. آره میافته. چی میگه؟ چگونگی آشنایی با علی و میلاد؟ خیلی کس و شعر آشنا شدیم. یه راست میگم. توضیح بده آقا. یادم نی که مگه دوتا پسر با هم آشنا میشن، یه دختره یادش میونه وای ما تو های اسکول با هم بودیم، بغل هم میشستیم، بعد برام هدیه خریدیم. کس و شعر آشنا شدیم، رفیق شدیم دیگه. بابا چی توضیح بدم؟ به میلاد بگو لاغر کنه. لاغر کن، خودش حال میکنه، به ما چه ربطی داره؟ کدوم رپر رو بیشتر ازش خوشت میاد؟ ایرانی یا خارجی؟ گفتشو ترویس بگو. اسکات. ایرانی هم بهرام. هم بر سکس کردی گو خوردی اگه بگی نکردم. واقعا نمیدونم بچه‌ها، من یه مدت زیادی تعدادش از دست تو آقا تو مگه میشه یادت بمونه؟ آره بشماری دیگه. هر دفعه میکنی تو سوراخ با یاد 700 بار. این چی؟ داشت 3 سال فاب داشتم. خب شبی چند؟ 4 خوبه. تو 4؟ آکمندم. آره بابا. حست موقعی که رفتی یکی رو دونیت کردی بهت گفت فلام حسین؟ فلام حسین. فهمیدمش گوی نیستم. فاک. دختری مایل به رایل؟ تشخیص نداد دخترم یا پسر. اگه یه روز کامل به جنس مخالف تبدیل شی چیکار می‌کنی؟ کس میدم. اینم سرپا میشاشم. چرا؟ کسخلی؟ بده حال کن. میخوام ببینم چجوری میشه. ارزشش رو داشت بالا اومدن با درامو و مالیدن واسه بقیه؟ ارزشش داشت، شاید باورت نشه. قبول داری پس کردی این کارا رو؟ آره داداش، مگه بعد این کارا مالیدن و درامو چی شد که استریمر شدی و هدفت از استریمر شدن چی بوده و اینکه آیا به هدفت نزدیک شدی یا رسیدی بهش؟ داداش ما همینجوری ویور بودیم، همه رو نگاه میکردیم و یه روز تصمیم گرفتیم استریمر شم و به هدفم که خدا رو شکر خوب پیش رفته، ولی خب خیلی با هدفم فاصله دارم. هدفت چیه؟ نمیدونم. پدر حسین فوت شده؟ بله. خدا بیامرزه. حاضری سر 10 میلیون با میلاد سکس کنی و به میلاد بدی؟ نه 10 میلیون؟ نه. تو حاضری؟ نه من اصلا نمیدم. Wait a minute. من کوم میدم. حسین چرا گی هستی؟ این سوالو بپرس، خدا وکیلی بی صبر منتظر جواب. حال میده. یه هویا بگو. حسین پارکی. اون جریان دختری که میخواستیش و یه ماشین واسش خریدی و وقتی از سرباز اومدی اون با یکی دیگه رفته بود راسته؟ اون مال من اسکل. گفتم سوال از حسین بپرس. چرا تو استری شبیه بقیه پول جاشور حسین؟ ایمون اگه یه جا قرار شد بری دعوا، علی رو میبری یا میلاد؟ میلاد. چرا؟ قیافت ترسناکتره. میگه گیتار زدن رو از چند سالگی شروع کردی؟ 13. موقع من میومد. آره یه قطره. بزرگترین سوتی که بگاه رفتی؟ خیلی بگاه رفتم. بابام تو دستشوی سیگار پیدا کرد. توی دستشوی فرنگی نرفته بود پایین سیگار. آخرین باری که گیتار زدی کی بود؟ دیشب. ازش بپرس چرا موهات اینقدر تخمیه؟ منم دوست دارم. یه علی بیگزما یا سعید بوش؟ جفتشون هم بچه‌های خیلی خوبی، ولی خب من علیو بیشتر میشناسم. هنوز با نیما لوله درگیری داری؟ نه بابا. اسم شخصی که فقط به خاطر بدنش باهاش ریل زدی؟ سوگند. سوگلم خوب بود. هرچی سوه بچه‌ها خوبه. چند کیلویی ناموسم بگو. 72. منبع درآمد فقط استریمره؟ نه. اسمت میشه توضیح بدی؟ چیه؟ آتیش حسین. تا حالا شده به خاطر پول رفیقتو بفروشی یا مثلا به چیز با ارزش؟ نه کیم تو پول. لوات داشتی حالا؟ ببین آخه نصف و نیمه اگه حساب میشه. آره داشتم.
همین کلاسیک بود. چند سالشه؟ 22. کونت چه رنگیه؟ کیری. زندگی اگه فیلم بود اسمشو چی میذاشتی؟ فیلم سوپر. سوال ندارم، فقط بگو آخرین بگاهی چی بوده؟ گوشیم دیگه پیج پیم لو رفت. آیدا زد شکست گوشیمو. علی بیگزما یا مدیا؟ آخه این چه سوالیه بچه‌ها نام. اوه من با علی تاز رفاقتمون اونقدر قدیمی نی آخه با مدیا داری بگو. هیچ جفتشون. نه جفت خودم یکیشون نمیشه یکیشون نمیگم انتخاب کن. نمیگم آقا زوری کنی نمیگم. تو میخوای مدیا رو انتخاب کنی؟ نه میدونم. چرا بغلطه میکنی؟ من میدونم چون مدیا می‌خواستی ویدیو رو انتخاب کنی. نمیبینه علی. اگه استریمر نمیشدی چی کاره میشدی؟ کسکش. چی؟ کسکش. موهات رو از کدوم خواننده آمریکایی گرفتی؟ جاستین بیبر. آیا کس داری؟ آره یه دوست دخترت یا استریم تونه لق دوست دخترم. باریک کرده. اگه بهت بگن تا آخر عمرت گی باش یا همین الان بمیری کدوم انتخاب تا کنی؟ آخر عمرم گی. بازی ترسای آیا ریاکت دروغ میری یا الکی بترسی؟ 80% واقعیه. 20% یا تو مثلا 3-4 بار دروغ رفتن. چند سانته و کدوم پوزیشن رو دوست داری؟ اینقدر بود الان. خب کدوم پوزیشن دوست داری؟ الا کلنگی. میخوای اجرا کنم ببینی؟ نه بشی سرت بابا. از کدوم استریمر دختر ایرانی خوشت میاد؟ مدگر. اون استریمر حساب نمیشه ولی چرا دیگه داره استریم میکنه. اگه استریمر نبودی دوست داشتی توی چه عرضه کاری فعالیت کنی؟ دوباره بگی کسکش میذارم دهنتون. جاکش. عجب گرفتاری شدیم. کلا تو کش دوست داره حالا باشه. این کارا حال میده. تو کش دوست داره باشه مثلا. اگر حسین کسخل نیست پس چیه؟ کسکشه. حاضری با حسین لواط مرا میکنی؟ من بود سگ منو نمیکنه. آیا تمایل داره آره. سمسکوپ؟ سمسکوپ. اینم ادیتور من نوشته مایر به لواط با میلا. نو. همینجا با ویدیوی ما تمام میشه. سوالاتو خیلی کلیدی دقت کنید، دراماترش کنید، بزنید بگاید، دقت کنید سوالایی که از علی از من میپرسه این چیزا رو بپرسید. دوستتون دارم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اون زنگوله رو هم نکنید دفعه توی بکو توی بیگزما اینجوری. آره همین حالت. کوشن باکس رو زیاد داریم با استریمرهای دیگه. نفر بعدی رو خودتون انتخاب کنید تو کامنت.